الان گروه های ختم قرآن در واتساپ و در تلگرام و ایمو خیلی زیاد هستن که مثلا در آنجا گویا ختم تقسیم میکنن و هر روز یک ختم میگذاره، یعنی همه در خانهش یک جزئی میخواند، اون رو یک ختم حساب میکنند و به یک نفر میبخشند. در حالی که از نظر شریعت نگاه کنیم، ختم جماعتی زمانی میشود که من بخوانم یک نفر گوش کند، اون بخواند یک نفر دیگر گوش کند، هممون در یک حلقه باشیم، همدیگر رو هم خطاگی هایمون رو صحیح کنیم، هم شنویم. وقتی یک دیگر رو نمیشنویم، همه در خانه خود یک جز میخواند، این عموما به ختم حساب نمی شود. یعنی این گونه خود رو فریب نکنید. ختم زمانی می شود که یک دیگر رو شنویم. و عزیزان، قرائت قرآن، ختم قرآن عبادت است و عبادت ها هرچی پنهان باشد، هرچی دور از چشم مردم باشد، این خالصانه تر است. خیلی زیاد هستند من 10 تا